دومین تندیس حافظ 15مین جشن سینمای دنیای تصویر در قسمت ترانه تقدیم می شود به همایون جان شجریان. سلام عرض میکنم خدمتون. چرا من آخه؟ خوشحال هستم که در خدمتون هستم. این جایزه در واقع اولین جایزه رسمی من هستش و برام خیلی شادی آوره. به نام مقدس حضرت حافظ مزین شده و از این بابت هم برای من خیلی ارزش داره، به خاطر اینکه حافظ در زندگی من همیشه مثل پیام آور بوده، مثل پیامبر بوده و عرض کنم خدمتتون که خیلی شوک شدم و از سهراب عزیز هم باید تشکر کنم به خاطر ساختن این ترانه که الحق و الانصاف درش نبوغ به کار برده. سپاسگزارم از همه شما. خیلی متشکرم آقای شجریان. کار واقعا بسیار بسیار از نظر من که موسیقی شناس به اون مفهوم نیستم که اظهار فضل بکنم، ولی فکر میکنم کاری که همایون و آقای پورناظری عزیز در عرصه کار ترانه کرده بودن کار به لحاظ تکنیکی بسیار بسیار دشوار بود و من دیدم آقای ارجمند داشت با خودش چیز میکرد که آیا میشه مگه اینجوری همینجوری بری جلو و واقعا کار همایون درجه یک بود. من ولی یه خواهشی هم از همایون دارم، از آقای ناظری حقیقتش ترسیدم، یعنی گفتم خب استاد ناظری اگه اینجا چیزی بگه یه چیزی به ما نگه اون وقت خیلیه، ولی همایون رو میتونم بگم. آقای همایون خان باید یک چیزی برای ما اینجا بخوانی، اینا علاقه‌مندای آقای ناظری ترسیدم، ولی همایون رو میتونم خواهش کنم که حداقل یک با صداش ما رو ببینیم. البته که افتخاری است خواندن برای شما عزیزان. میخوای من اینو بدم؟ خوش صداتره؟ هر چقدر که زنده باش. اتفاقا من با خوندن راحت ترم. لطف کردین که اینو گفتین تا اینکه بخوام حرف بزنم. یک بیت از حضرت حافظ رو خدمتون تقدیم میکنم و بعد زحمت رو کم میکنم. به می امارت دل کن به می امارت دل کن که این جهان خراب بر سر آست که از خاک ما بسازد خشت بر سر آن است که از خاک ما بسازد خشت. بسیار زیبا. مبارک باشه همایون عزیز. تندیس حافظ. امیدوارم که این جایزه خوشیوم باشه به عنوان اولین جایزه شما. شما سالهای متمادی در پیش رو خواهید داشت و حتما
به پختگی پدر بزرگوارتون استاد محمد رضا شجریان در جوانی رسیدند. آقای همایون شجریان، تبریک میگم به شما خانم محترم و استاد محمد رضا شجریان و از بهرام عزیزم تشکر میکنم که بعد از چند سال من اینجا دیدمش. امیدوارم که یه فیلم دیگه مثل گاوخونی با بهرام کار کنیم. متشکرم.